دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه شکایتی نزدیکان باباجان شیرینزاده که همسرش را در ماه ایون به قتل رسانیده و از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 18 سال زندان محکوم شده بود شروع کردند. نزدیکان باباجان شیرینزاده میگویند که آنها در هفته گذشته در نسبت حکم دادگاه شهر دوشنبه عریضه شکایتی پیشنهاد کردند و فعلا از طرف کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی مورد بررسی قرار دارد. در ضمن والدان ماهره یتیمووا یعنی که همسر باباجان شیرینزاده برای آزادی گفتند که آنها نیز در نسبت این عریضه شکایتی والدان باباجان عریضه مقابل خود را پیشنهاد کردند و درخواست کردند که این حکم 18 ساله دادگاه تغییر داده نشود و همچنان باقی ماند. پدر ماهره در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید در جریان قضیه این بحث در دادگاه شهر دوشنبه همچون جبر دیده حضور داشت و میگوید که باباجان یعنی شوهر ماهره او را در خانه والدانش بیرحمانه با چند ضرب کارد به قتل رسانید و باید این حکم تغییر داده نشود. دادگاه شهر دوشنبه یک ماه قبل در نسبت باباجان شیرینزاده با ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار انسان او را به 18 سال زندان محکوم کرده بود. در همان روزی که دادگاه شهر دوشنبه از حکم خود اعلان داده بود، نزدیکان باباجان شیرینزاده با ناراضیتی گفتند که نسبت این حکم ناراضی هستند و به زینهای بالایی دادگاه مراجعت خواهند کرد. در حال حاضر طوری که کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت هر دو عریضه قبول کرده شده و هر دو عریضه مورد تحقیق قرار دارد و انتظار می رود که در اوایل هفته آینده نتیجه نهایی خود را دادگاه عالی در نسبت این عریضه ها اعلان کند.